So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very close. Just hope the protesters in Iran are going to be safe, because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting, because we'll start shooting too. تو کشور خودش حوادث گوناگون به رئیس جمهور متوهم آمریکا دارم مراقب باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند از جنس مشورت هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است لذا برای اینکه دچار خطای محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمیدانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباه محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. الله اکبر الله اکبر. و ما تصمیم داریم و تصمیم گرفتیم به هر شکل ممکن مشکلات این عزیزان حل کنیم. اینا یه عده رو از داخل و در خارج آموزش دادن، یه تروریستایی رو از خارج وارد کشور کردن، مسجداتش میزنن. اگه کسی که مال این کشوره اعتراض بکنه و ما اعتراضشو میشنویم و گوش میدیم و حلش میکنیم. آمریکا و اسرائیل اونجا نشستن دارن به اینا درس میدن برید ما هم هستیم. همونایی که این کشور رو زدن و جوانا و کودکان ما رو کشتن الان به اینا دارن دستور میدن شما این کارو بکنید ما هستیم شما برید خراب کنید ما هم میایم پشت سرتون. خانواده هم خواهش میکنم نذارن جوانانشون قاطی آشوبگران و تروریستایی بشن که میان سر میبرند و آدم میکنن.